دوستان عزیز کانال 1050 سلام. امیدوارم که خوب و خوش و سلامت باشید. امشب با یه قصه از برادران گریم به خونه هاتون اومدم. قصه‌ای به اسم یک چشمی، دو چشمی و سه چشمی کوچولو. برادران گریم دوتا نویسنده آلمانی هستند که در قرن 19 زندگی می‌کردند و در واقع کاری که اونا کردن این بوده که اومدن قصه های عامیانه رو گردآوری کردن و اونها رو بازنویسی کردن. از جمله این قصه ها سفید برفی، سیندرلا، شنل قرمزی و راپونزل رو میشه اسم بود. و اما بریم سر داستان. یکی بود، یکی نبود، غیر از خدا هیچ کس نبود. سالها پیش در روزگاران خیلی قدیم پیرزنی زندگی میکرد که 3 دختر داشت. اما دخترای این پیرزن یه خورده با بقیه دخترها تفاوت داشتن. دختر بزرگتر فقط یه دونه چشم وسط پیشونیش داشت، به خاطر همین اونو یه چشمی صدا می‌کردن. دختر دوم مثل همه مردم 2 چشم داشت، برای همین 2 چشمی صداش می‌کردن. و دختر سوم علاوه بر این که 2 چشم داشت مثل همه، یه چشمم وسط پیشونیش داشت، به خاطر همین همه اونو 3 چشمی صدا می‌کردن. از اونجایی که 2 چشمی قیافه‌اش شبیه بقیه مردم بود، مادر و 2 خواهر دیگه‌اش دوستش نداشتن و همش میگفتن تو به ما تعلق نداری، تو شبیه ما نیستی، شبیه بقیه مردم. واسه همین همیشه اذیتش میکردن، کتکش میزدن، لباسهای کهنه و مندرس بهش میپوشوندن و همه کارهای خونه رو به گردنش مینداختن. تازه هیچ وقت غذای درست حسابی بهش نمیدادن. همیشه ته مونده غذاهای خودشونو توی ظرف کثیف میریختن و میذاشتن که اون بیاد بخوره. یک روز که 2 چشمی بزغاله هاشون رو به چراگاه برده بود، گرسنگی خیلی بهش فشار آورد. اینقدر که زد زیر گریه، اینقدر اشک ریخت و گریه کرد که از چشماش 2 رود کوچک جاری شد. بعد وقتی سرشو بلند کرد دید که یک پری مهربون کنارش ایستاده. پری مهربون ازش پرسید چی شده 2 چشمی؟ چرا گریه میکنی؟ 2 چشمی داستان زندگیش رو برای پری مهربون تعریف کرد و بهش گفت که مادرش و 2 خواهر بدجنسش چطوری بهش گرسنگی میدن. این بود که پری مهربون بهش گفت هر وقت که گرسنت شد بزغاله کوچیک تو بگیر بغلتو، نوازشش کن و بهش بگو بز کوچک ثواب کن، گرسنه برام سفره پهن کن. و اون وقت میبینی که یک میز بزرگ از خوراکی‌های خوشمزه و غذاهایی که تو دوست داری جلوت ظاهر میشه. وقتی غذاتو خوردی و سیر شدی بهش بگو بز کوچک دیگه سیرم،
جمع کن سفره رو که باید برم. و اما پری مهربون بعد از اینکه این حرفا رو زد ناگهان ناپدید شد. دوچشمی اولش باورش نمیشد. با خودش گفت حتما خواب دیدم، ولی حالا بذار یه امتحانی بکنم. و چون خیلی گرسنه بود با صدای بلند گفت بز کوچک ثواب کن، گرسنه‌ام، برام سفره باز کن. و همینطور که داشت بزغالش رو نوازش میکرد یک مرتبه یک میز بزرگ که یه رومیزی سفید و تمیز روش انداخته شده بود و قاشق چنگالا و ظرف‌های نقره پر از غذاهای خوشمزه ظاهر شد. غذاها حسابی گرم و تازه بودن و عطرشون فضا رو پر کرده بود. ازشون بخار بلند می شد، انگار که همین الان اونا رو از توی آشپزخونه در آوردن. دوچشمی که حسابی گرسنه بود نشست و یک دل سیر غذا خورد و بعدش که سیر شد گفت بز کوچک دیگه سیرم، جمع کن سفره رو که باید برم. و در همین لحظه میز بزرگ در یک چشم برهم زدن غیب شد. و اما شب که شد و دوچشمی برگشت توی خونه دید که طبق معمول خواهرش و مادرش تهونده غذاهاشونو توی یک بادیه کثیف ریختن و گذاشتن کنار که اون بیاد بخوره. اما اون که حسابی سیر بود اصلاً به غذا دست نزد. چند روز اول به همین ترتیب گذشت و اوایلش خواهرش اصلا متوجه نشدن که دوچشمی غذا نمیخوره. ولی یه چند روزی که گذشت یواش یواش شک کردن و دیدن که دوچشمی اصلا به غذاها دست نمیزنه و هیچی توی خونه نمیخوره. اونجا بود که با خودشون گفتن پس حتما یه کاسه زیر نیم کاسه است و دوچشمی یه راهی برای سیر کردن خودش پیدا کرده. واسه همین تصمیم گرفتن که بفهمن داستان از چه قراره. فردا صبح خواهر بزرگتر که یک چشمی بود تصمیم گرفت با دوچشمی به چراگاه بره. این بود که یک چشمی به دوچشمی گفت امروز منم با تو به مزرعه میام، میخوام ببینم که چطور از بزغاله ها نگهداری میکنی. اما دوچشمی میدونست که خواهرش واسه چی داره میاد مزرعه. این بود که حرفی نزد و با هم به چراگاه رفتن. نزدیکای ظهر که شد از اون جایی که مسیر زیادی رو رفته بودن و یک چشمی اصلا عادت نداشت به این پیاده روی یواش یواش خوابش گرفت. هوا هم گرم بود و این گرما باعث شد که پلکاش سنگین بشه. اینجا بود که دوچشمی شروع کرد
بخوندن. یه لالایی خوند با این مضمون که یک چشمت مست خواب خواهر، بخواب که دنیا خراب خراب خواهر. و هنوز شعرش تمام نشده بود که یک چشمی خوابش بود. اینجا بود که دو چشمی سریع بزغالش رو بغل کرد، وردش رو خوند و میز غذا ظاهر شد. سریع غذاش رو خورد و ورد دوم رو خوند و میز غذا جمع شد. بعدش رفت سراغ خواهرش و گفت خواهر جون بیدار شو، تو اومده بودی که مراقب من باشی اما همش خوابیدی. پاشو دیگه، شب شده، پاشو بریم خونه. بعدش دوتا خواهر به سمت خونه‌شون به راه افتادن. وقتی به خونه رسیدن باز هم دو چشمی لب به غذا نزد. و وقتی مادرشون از یک چشمی پرسید که چه اتفاقی افتاد، یک چشمی جواب داد راستش من خوابم بود و هیچ چیزی ندیدم. برای همین مادرشون به سه چشمی گفت فردا نوبت توئه که با دو چشمی به چراگاه بری و بفهمی که داستان از چه قراره. من مطمئنم که یک کسی هست که برای دو چشمی غذا میبره. صبح روز بعد سه چشمیم اومد پیش دو چشمی و بهش گفت منم امروز با تو به چراگاه میام. میخوام بدونم که چطور از بزغاله هامون مراقبت میکنی. و باز هم دو چشمی میدونست که خواهرش برای چه منظوری داره میاد چراگاه. برای همین چیزی نگفت و با هم به سمت چراگاه به راه افتادن. وقتی رسیدن نزدیکای ظهر بود. برای همین دو چشمی به خواهرش گفت خواهر جون بیا بشین اینجا یه کمی استراحت کنیم. من برات لالایی میخونم، تو هم بخواب. و شروع کرد به خوندن که دو چشمت مست خواب خواهر، بخواب که دنیا همه خرابه خراب خواهر. دو چشمی اصلاً حواسش نبود، یادش نبود که بگه سه چشمت مست خواب خواهر. برای همین در اثر این لالایی دو تا چشم سه چشمی قصه ما به خواب رفتن، اما چشم سومش بیدار بود. سه چشمی با زرنگی تمام چشم سومش رو بست، اما یواشکی از لابلای مژه‌هاش داشت نگاه میکرد. دو چشمی با خیال اینکه خواهرش خوابیده شروع کرد بزغاله رو بغل گرفت، نوازشش کرد و ورد اول رو خوند و با ناباوری یک مرتبه سه چشمی دید که میز بزرگی از غذاها و نوشیدنی‌های رنگارنگ ظاهر شد. و بعد از این که دو چشمی غذاشو خورد ورد غیب شدن میز رو خوند و میز با همون سرعت جمع شد. بعدش دو چشمی رفت
پیش خواهرش و بیدارش کرد و بهش گفت خواهر، تو اومده بودی مراقب من باشی ولی خوابت برد. دیگه داره شب میشه، پاشو بریم خونه. وقتی به خونه رسیدن باز هم دو چشمی لب به غذا نزد. اینجا بود که سه چشمی بدجنس پیش مادرشون رفت و تمام چیزهایی که دیده بود رو تعریف کرد و برای مادرش گفت که دو چشمی چه وردی رو میخونه که میز غذا ظاهر میشه و بعد یه ورد دیگه میخونه و میز غذا جمع میشه. گفت من تمام این ماجرا رو با چشمای خودم دیدم. اون برام لالایی خوند و دو چشم من به خواب رفت، اما چشم سومم بیدار بود و همه چیز رو تونستم ببینم. مادر بدجنس خیلی عصبانی شد و گفت که اینطور پس اون بهتر از ما غذا میخوره. این بود که در اوج عصبانیتش رفت و بزغاله رو سر برید. دو چشمی که این صحنه رو دید خیلی غمگین شد و با ناراحتی به چراگاه رفت و اینقدر گریه کرد که از اشک چشماش 2 چشمه کوچک جاری شد. همین موقع بود که باز هم پری مهربون ظاهر شد و دلیل گریه های 2 چشمی رو پرسید. بعد که متوجه شد چه اتفاقی افتاده به 2 چشمی گفت همین امشب پیش خواهرات برو و ازشون بخواه که دل و جگر بزغاله رو به تو بدن. وقتی که اونا رو گرفتی ببر و درست جلوی در خونتون چال کن. مطمئن باش که این کار برای تو شانس میاره و همه غم و غصه‌هات از بین میره. بعد از گفتن این حرف پری مهربون ناپدید شد. 2 چشمی به خونه برگشت و از خواهرش خواهش کرد که دل و جگر بزغاله رو بهش بدن. اونا هم خندیدن و گفتن اگه مشکلت با این حل میشه بردار، مال تو. بعد وقتی که شب شد و همه در خواب ناز فرو رفته بودن 2 چشمی آروم و آهسته رفت و همون کاری رو انجام داد که پری مهربون بهش گفته بود. صبح روز بعد وقتی که همه از خواب بیدار شدن یک مرتبه دیدن که یک درخت بزرگ و بسیار زیبا که برگهاش از جنس نقره و میوه‌هاش از جنس طلا بود جلوی در خونه‌شون سبز شده. همه‌شون تعجب کردن و فقط 2 چشمی بود که میدونست این درخت چیه و درست همون جایی سبز شده بود که 2 چشمی دل و جگر بزغالش رو دفن کرده بود. مادر بدجنس به یک چشمی گفت دخترم از درخت برو بالا و چند تا سیب برامون بچین. یک چشمی از درخت بالا رفت و سعی کرد که از درخت میوه بچینه
ولی هر چقدر که جلوتر میرفت شاخه از دستش در میرفت و نتونست که میوه‌ای بچینه. برای همین مادر به سه چشمی گفت دخترم، خواهرت چشمش خوب نمیبینه، تو که سه چشم داری و بهتر میبینی، برو بالا و میوه های این درخت رو برای ما بچین. اما دقیقاً عین همون اتفاقی افتاد که برای سه چشمی افتاده بود. شاخه های درخت از دست سه چشمی هم فرار می کردن. اینجا بود که دو چشمی گفت اجازه میدین منم امتحان کنم؟ اینجا بود که مادر قبول کرد و دو چشمی مثل آب خوردن از درخت بالا رفت و خیلی راحت شروع به چیدن میوه های طلایی کرد. مادر و دوتا خواهرها با حق بازی و الکی دو چشمی رو تشویق می‌کردن تا میوه های بیشتری براشون بچینه و اونم این کار رو انجام میداد. چند روزی گذشت و یک چشمی و سه چشمی دائم دو چشمی رو می بردن تا از درخت جادویی براشون سیب‌های طلایی بچینه. یه روز که سه تا خواهر دم درخت سحرآمیز ایستاده بودن، یک مرتبه شاهزاده جوانی سوار بر اسب سفیدش از اونجا داشت رد می شد که چشمش به اون درخت زیبا افتاد. یک چشمی و سه چشمی سریع به همدیگه یک نگاهی کردن و به دو چشمی گفتن زود باش، برو زیر بشکه تا آبرومونو نبردی خودتو قایم کن. و دوتا سیب گذاشتن روی بشکه. وقتی شاهزاده به نزدیک اونها رسید پرسید این درخت زیبا مال کیه؟ دخترها جواب دادن درخت متعلق به ماست. بعد شاهزاده گفت اگر یک شاخه از این درخت رو برای من بچینین و به من بدین، هر چی که بخوایم بهتون میدم. دخترها هی تقلا کردن، هی از درخت رفتن بالا و سعی کردن که یه شاخه از درخت رو بچینن. اما هرچه بیشتر سعی کردن کمتر موفق شدن. اینجا بود که دو چشمی کاسه صبرش لبریز شد. شاهزاده گفت مگه نمیگین درخت متعلق به شماست؟ پس چرا نمیتونین ازش میوه بچینین؟ در همین وقت دو چشمی یه تکونی خورد و اون دوتا سیب افتادن جلوی پای شاهزاده. بعد بشکه رو کنار زد و از زیر بشکه اومد بیرون و گفت اجازه بدین من براتون شاخه رو بچینم. شاهزاده محو زیبایی و مهربانی دو چشمی شد و همونجا بود که یک دل نه 100 دل عاشقش شد. دو چشمی به سرعت برق رفت بالای درخت و یک شاخه زیبا رو چید و داد به شاهزاده. شاهزاده که خیلی از دو چشمی خوشش اومده بود ازش خواستگاری کرد و اونو با خودش به قصر برد و
باهاش ازدواج کرد. مادر حسود و یک چشمی و سه چشمی از این داستان حسابی ناراحت شده بودند، اما به خودشون گفتن اشکالی نداره، در عوض درخت جلوی خونه ماست و همین باعث میشه که رهگذرای زیادی به اینجا بیان و ما رو ببینن. غافل از این که صبح روز بعد که از خواب بیدار شدن دیدن که درخت غیب شده بود و دو چشمی که از خواب بیدار شد همین که رفت از پنجره اتاقش توی قصر به باغ نگاه کنه، یک مرتبه دید که درختش دقیقاً زیر پنجره اتاقش سبز شده. خیلی خوشحال شد و مدتی گذشت. یک روز صبح دو زن فقیر دم در قصر اومدن و تقاضای تکه‌ای نان کردن. دو چشمی وقتی اونها رو دید فوری خواهراشو شناخت. از اونجایی که خواهراش خیلی بدجنس و سیاه دل بودن، همه چیزشونو از دست داده بودن و فقیر شده بودن، اما دو چشمی که قلب خیلی مهربونی داشت خواهراش رو به داخل قصر دعوت کرد و حسابی دستور داد که ازشون پذیرایی کنن و بعد هم قرار شد که اونها به همراه مادرشون بیان و در قصر پیش دو چشمی زندگی کنن و اونا هم یاد گرفتن که مثل دو چشمی مهربون باشن. قصه ما به سر رسید که علاقه به خونش نرسید.